سلام به عشقای داشتاول، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به این ویدیو. داخل این ویدیو بچه‌ها رمسون میتیکو فول کردیم، به گیم پلی خفن براتون آوردم که تا نزدیکی نوک کردنم رفتیم، ولی خب متاسفانه بدشانسی آوردم و تیر تموم کردم و نوک نشد. بچه‌ها یه اتچمنت خیلی خفن براش آوردم که واقعا خفنه و رو دست این اتچمنت نیست، با اینکه این گان ریکویل داره، هم ریکویلشو گرفتم طوری و هم یه جورایی تقریبا 4 شات میکنه که با این فایر ریتی که داره خیلی خفنه و انمیو خیلی زود ناک میکنه. همونجوری که هم تو ویدیو میبینید، یه دوئل زدیم، بعدش میریم رنگ و شانس خوب ما هم فایرینگ رنج انداخته بود و تا نزدیکی نوک کردنم رفتیم، اما خب بعد شانسی آوردم دیگه. قبل از هر چیزی که قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنیم، حتما ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید. بچه‌ها من برای ویدیو سالم زحمت میکشم، تو هم ویدیو هم گفتم و همیشه سعیم در اینه که یه ویدیو سالم و به درد بخور برای شما تولید کنم. پس خیلی ممنون میشم، حتما همین اول کار لایک و ساب بکوبید. یه کامنت عشقی هم ول بدید این پایین برای داشتاول که سابتون نپره. یه کامنت انگلیسی یا فارسی هیچ فرقی نمیکنه و من ازتون خیلی ممنونم. دمتونم گرم که تا الان حمایت کردید. تمام ویدیوم الان واقعا از همه ویدیوهایی که تا الان گذاشتم حمایت کردید و من خیلی از این موضوع راضیم و واقعا دمتون گرم. مرسی، واقعا مرسی. توقع این همه حمایت رو نداشتم. خیلی لطف کردید، واقعا لطف کردید. بریم آقا یه اتچ خفن بهتون بدم و یه سری نکته در مورد رم 7 بهتون بگم، در مورد اتچمنت چیندن، در مورد اتچمنتاش و در مورد این چطور گانیه. ببینید گان خیلی خوشگلیه. خب ببین بی نهایت خوشگله، مخصوصا تو تاریکی که میری کلا ببین رنگش عوض میشه، مثل الان و تو روشن یه طوره، تو تاریکی یه طوره. خیلی قشنگه، ببینید واقعا قشنگه، اما یه سری مشکلات داره، اینکه لگد داره و کنار دیوارا که میری یه خورده کج میکنه خودشو، که مشکل نیست، جوری آپشنه، ولی خب من به دید مشکل به اینا نگاه میکنم و خب من دوست ندارم بچا ایمم اینجوری یهو کج بشه. بچا این دنسگانه، گفتم دنسشو براتون بزنم، حالا این اول دوئله ولی خب بعدا گذاشتم که یه خورده جذاب‌تر باشه. این دنسگانه بچا، دنسش دنس طولانیه، قشنگ، نسبتا خیلی قشنگه، واقعا من خودم دوست داشتم و یه نقاشیه که اول میاد نقاشی میکشه، بعد نقاشی واقعی میشه و تو شب نشونش میده. ببینید بچا تو شب فوق العاده است، یعنی یه جای تاریک اگه با این گان وایسید فوق العاده است. ببین چقدر قشنگه توی شبش، تو تاریکیش واقعا رو دست نیست، خیلی طراحیش خوشگله، ایمش خیلی خوبه و اینجام که کیل افکتش رو میبینید که خیلی بازم کیل افکتش خوبه. آنرول سایتش پی تو وینه. ببین اینجا میبینید کنار دیوار که وایسم میخوره میچرخه. خب من از این چرخش خوشم نمیاد. بچه‌ها قبل از هر چیزی بزنین اتچمنت رو بهتون بدم. خیلیاتون شاید به خاطر اتچمنت تو ویدیو باشید، پس من همین اول کار این اتچمنت رو بهتون بدم. یه اتچمنت دیگه هم هست که 30 تا تیر داره. اون اتچمنت رو چنل تلگرام براتون گذاشتم، اون مخصوصه بچه‌ها 1v1 و رنک سرچ اند دیستروید. اینو من گذاشتم برای هارد پوینت و اینا و اسکینش بچه‌ها واقعا اسکین قشنگیه، یه اسکین کیوت دخترونه قشنگ داره، یعنی صورتش خیلی گوگلیه، من خیلی خودم دوست دارم، واقعا قشنگه به نظرم اسکینش، اما خب فولش نکردم من چون به درد من نمیخوره. بچه‌ها یه چیزی بگم، یه حقیقتی رو بگم، این بیشتر برای مولتیه و برای بتل نیست و بیشتر به درد مولتی میخوره. نایفش هم بچه‌ها یه نگاه بندازیم، نایفش هم قشنگه به نظرم، نایف جالبیه و من باهاش چند تا کیلم زدم تو این مچ، واقعا خوبه، هم به نظرم یه نایف اندازه و قشنگ داره. و بچه‌ها از اینجا ما تا ببینید سمت چپ نوشتم براتون، نمیدونم تا چند کیل سریک میریم یادم نیست، ولی تو ادیت زدم و فکر کنم تا 18 کیل سریک 19 کیل سریک میریم و بعد ما رو میزنن، یعنی یک دونه دیگه مونده تا نوک ما رو میزنن. بچه‌ها گان خیلی خشنیه برای مولتی، واقعا خشنه. ببین چطوری میندازه انمیو، انگار دو شات میکنه و شما فکر کن یه عربی چیزی با این گان میاد جلوت میزنه، اصلا کار نداره. ما الان ایرانیم، ریستر تیرمون هم خرابه، ولی نگاه کن چقدر سریع انمیو این گان میندازه. خب هر چی از خفن بودن این گان بگم کم گفتم، چه از لحاظ ظاهری چه از لحاظ قدرت. تنها مشکل این گان برای بتل که من استفاده نمی‌کنم اینه که لگد زیادی داره. خب یعنی گان خیلی هر جوری بچینینش این لگده رو داره و هیپ فایرش هم بچه‌ها چیزی بگم اصلا جالب نیست، یعنی یه هیپ فایر چرت و پرت داره، اصلا هیپ فایرش خوب نیست. 8 کیل سریکیم اینجا، 9 کیل سریک اینجا گرفتیم، دمامیرم اینجا میگیرم، نمیگیرم، نه بعدم جلوتر میگیرم. اینجا با نایف دیگه از این بعد میخوام کیل بزنم، تیرام تموم شد، درچه با یک تیری به ما بدی. نایفش هم که میبینید دیگه تست میکنم اینجا باحاله.
و خلاصه آره دیگه چجوری بدم یه مشکلی که این گان داره هیپ فایرش، حالا اتشی که من گذاشتم اصلا هیپ فایرش خوب نیست. اتشی که من گذاشتم فقط مخصوص ایمه و واقعا با همه رو دیگه اینجا داشتم نایف میکردم، با ایم خیلی خفن میزنه. و اینجا 11 کیل استریک بچا همینجوری داشتم اینا رو نایف میکردم و دنبال یه گان بودم. اینا هم هر کیو من میزدم یه چیزی از چیزش میافتاد بیرون، یه تخم میذاشت یهو. اینجا اینو کشیدم خدا رو شکر، چند تا کیل زدم ولی بازم گان نتونستم وردارم. بچه‌ها خیلی گان قویه، خدا وکیل من فکر نمی‌کردم انقدر قوی باشه. خودم نزدم بچه دروغ بگم و نمیزنم چون من بتل پلیرم، مولتی پلیر نیستم بچه‌ها. راستیتش حقیقتش اینه که من بتل پلیرم و مولتی پلیر نیستم و یه خورده برام زدن همچین گانی زیاد فایده نداره، میدونی چی میگم. و تو بتل اونقدر خفن نیست که تو مولتی است، مثل یو اس اس. و اینجا هم بچه‌ها روی 16 کیل استریک یا 17 کیل استریک ما مردیم با این چرت و پرت و خب خیلی حیف شد، خیلی ناراحت شدم. داشتیم میزدیم نزدیک نوک بودیم ولی خب حیف شد دیگه. بخوام در مورد این گان یه سری توضیح بهتون بدم که آقا بخرید یا نخرید، ارزششو داره یا نداره. بچه‌ها ببینید این گان در یک صورت ارزش داره که شما مولتی پلیر باشید. خب برای بتل اصلا به درد نمیخوره، یعنی حتی ذره‌ای به درد نمیخوره، چون بچه‌ها بتل ما راههای خیلی خیلی دور فایت میدیم و مثل مولتی نیست که انمی 3-4 شات بشه. شما باید مثلا حداقل 7-8 تا تیر بزنی. شاید هم مثلا بعضی وقتا میره یه آرمور میزنه 20 تا 15 تا کیل باید بزنی تا یه انمی رو بتونی ناک کنی. ولی تو مولتی با 3 تا 4 تا تیر 5 تا تیر دیگه نهایتا این گام میندازه و اگه تو هد بزنی با 3 تا تیر 2 تا تیر گاهی اوقات انمی رو میندازه عجیب غریب برگاد میریزه، یا میبینی 2 شات کرده انمی رو. خب و الان میبینی که الان 3 شات شد. خب یا اینجا 2 شات شد، 3 شات شد. و میگم بستگی به خودتون داره که کجا بزنید، ولی برای مولتی عالیه، برای مولتی واقعا بی‌نظیره. و ما برای بتل من پیشنهادش نمی‌کنم بهتون، هرچند که اسکین خوشگلیه، گان خوشگلیه واقعا و اسکینش هم قشنگه واقعا و آیتم‌های جالبی هم داره، اما به درد بتل نمیخوره. اگه مولتی پلیرید بزنید، اگه بتل پلیرید واقعا نمیصرفه که بخواید این گانو فول کنید، یعنی به دردتون نمیخوره که بخواید این گانو فول کنید. اما برای مولتی خداست، چون من خودم تست کردم دیگه تو ویدیو، شما شاید متوجه نشید ولی من این دست اولمه که دارم بازی میکنم، یعنی یه دوئل ما زدیم و رفتیم رنگ و فکر کنید منی که آقا 3-4 روز گیم نبودم. من از دوشنبه که براتون ویدیو گذاشتم، من دوشنبه و جمعه ویدیو میذارم دیگه، از دوشنبه که براتون ویدیو گذاشتم من دیگه از اون روز نیومدم تو گیم، یا اگه اومدم تو گیم 1-2 دست بتل زدم رفتم و اصلا برنامه‌ای نداشتم که همچین ویدیو بگیرم. یکی از بچه‌ها شب بهم پیام داد گفت شب من اینو فول کردم، دوست داری بیا رو اکانتم و یه گیم پلی برای بچه‌ها بگیر. و دمش گرم که این اکانت رو برام آورد و برای من آورد و اینکه اعتماد کرد به من، چون الان واقعا اعتماد کردن تو خیلی سخته. هیچ وقت همچین کاری نکنید که اکانتتون رو بدید دست کسی که اصلا نمیشناسید، ممکنه بلاملای سر اکانتتون بیاره و خب اکانتتون رو تبر کنه. اینجا هیپ فایرش هم میبینید بچه‌ها بدک نیست از نزدیک ولی دور رو نمیزنه به جون، مثلا گانای دیگه مثل مکتن و یو اس اس و فنک و اینا نیست، ولی ایمش خداست. اینی که من چیندم ریکویلش هم کمه برام مولتی بچه‌ها، خدایی ریکویلش کمه. خب و واقعا با ایم بزنی گاده، با ایم بزنی دیگه بهت بگم این متا دیگه، یعنی هنوز سیزن تغییر نکرده این متا. حالا تو فکرشو بکن سیزن تغییر کنه چه اتفاقی قراره این گام بیفته. و داشتم میگفتم آره لطف کرد اکانتش رو ما داد که ما یه گیم پلی بگیریم. منم همین روز جمعه بچه‌ها امروز این ویدیو رو براتون گرفتم، امروز صبح ساعت الان 8 صبح که من این ویدیو رو دارم براتون میگیرم و میخوام برم بیرون، بدم قبل این بیرون رفتنمون این ویدیو رو برای شما بگیرم. الانم واقعا دیرم شده اما دلم نمیاد برم، دلم نمیخواست بدون ویدیو برم و دلم میخواد این روند دوشنبه و جمعه رو منظم داشته باشیم از این به بعد و این دوشنبه تا جمعه رو ویدیو حتما بذاریم هر جور شده و دلم نمیخواد این روند تموم شه. واقعا میخوام این روند رو همینجوری ادامه بدم. خیلی لطف کردین، ما 500 تایی شدیم و من یه تشکری بکنم از همتون، واقعا دمتون گرم، مرسی بابت حمایتتون تا الان که حمایت کردید و شدیم 500 تایی و واقعا لایق دونستید. دمتون گرم، واقعا تشکر میکنم، حرفی ندارم بزنم. تشکر میکنم تو یک ماه تونستیم از 200 تا اینا که من تازه فعالیت شروع کردم تو 4 تا ویدیو برسیم به 500 تا. حالا من 4 تا ویدیو خیلی ویدیو زیاد دارم ولی این 4 تا ویدیوی آخرم 5 تا ویدیو آخرمه که هم تامنیل داره هم خودم مثلا یه خورده روشون وقت گذاشتم و شروع کردم محتوای درست تولید کردن و از محتوای چرت و پرت دیگه واقعا خسته شدم، چون همینجوری الکی میومدم یه ویدیویی می‌داشتم میرفتم
ولی خب الان دارم ویدیوی آموزشی میذارم که هم شما یه خورده استفاده کنید، هم من استفاده کنم، هم همین که ویدیوهای آموزشی طرفدار بیشتری داره و اینکه میاید نظر میدید و حالا بهم میگید آقا دمت گرم یه ذره بازیمون بهتر شد، یه ذره فلان شد، این پیامتون خیلی به من انرژی میده. اینجا بچا MVP شدم، حالا دید MVP و حالا اینا هم خواستید نگاه کنید کالین کاردش هم مشخصه و گان خفنیه، واقعا گان خفنیه برام مولتی. من خودم پسندیدم برام مولتی، ولی برای بتل به درد نمیخوره. آقا مرسی که تا اینجای کار همراه ما بودید، مرسی که این ویدیو رو تا اینجا دیدید، دمتون گرم، واقعا دمتون گرم بابت حمایتاتون. و اگر لایک رو نزدید حتما لایک بزنید، خیلی بهم انرژی میده. و یه کامنت هم که شما بذارید برای من، حتی یه دونه کامنت بذارید دمت گرم، من تمام کامنت ها رو جواب میدم، همه رو با حوصله جواب میدم و واقعا دم تک تکتون گرم که حمایت کردید. حتما سابو که زدید اون زنگوله رو هم فعال کنید که از ویدیوهای بعدی با خبر باشید. خیلی دوستتون دارم، مرسی که تا اینجا همراه من بودید. تا ویدیو بعدی دوشنبه میبینمتون. ویدیو بعدی احتمالاً سنس مولتیه و خیلی خفنه. یه ویدیو هم در مورد موومنت زدن با اسنایپ درست کردم، تو چنل هست میتونید ببینید. آقا دمتون گرم که تا اینجا همراه من بودین. فعلا خدا نگهدارتون.